کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. او برای شما الگویه. ما بیایم ببینیم اندیشمندان دنیا، دانشمندان دنیا در رابطه با پیامبر ما چی دارن میگن. دکتر جولز ماسرمن که رئیس افتخاری مادام العمر انجمن بین المللی روانپزشکی اجتماعی سازمان ملل هست و رئیس انجمن روانپزشکی آمریکا، ایشون میگه رهبران باید 3 مأموریت را انجام دهند: ارائه خیر و رفاه برای پیروان، ارائه سازماندهی اجتماعی که مردم احساس نسبی امنیت و آرامش کنند، ارائه منظومه ای از مبانی و عقاید. افرادی مانند پاستور و سالک ویژگی گروه اول را داشتند. افرادی مانند گاندی، کنفوسیوس، اسکندر، سزار، هیتلر از گروه دوم بودند. عیسی و بودا در دسته سوم قرار داشتند. اما می توان گفت که بزرگترین رهبر در تمام تاریخ محمد است که هر 3 این موارد را به اتمام رساند. نظر شخصی که نه مسلمونه نه اعتقادی به این جور چیزا داره، از لحاظ علمی میگه پیامبر از همه موفق تر بود. مایکل اچ هارت که یک کتابی داره در سال 1978 با عنوان 100 شخصیت تأثیرگذار در تاریخ، اولین نفری که میاره پیامبر مکرم اسلام هستند. ایشون می‌نویسه در طول تاریخ او تنها مردی بود که هم در حیطه دینی و هم دنیایی بسیار موفق و مترقی بوده است. پروفسور ویلدوراند در کتاب تاریخ تمدن جلد 4 می‌نویسه اگر به میزان اثر این مرد بزرگ در مردم بسنجیم، باید بگویم که محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ انسانی است. وی در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از فرط گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش افتاده بود اوج دهد. در این زمینه توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. کمتر کسی را جز او میتوان یافت که همه آرزوهای خود را در راه دین انجام داده باشد، زیرا به دین اعتقاد داشت. محمد از قبایل بتپرست و پراکنده در صحرا امتی واحد به وجود آورد، برتر و بالاتر از دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان. آیینی ساده و دینی روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس آن شجاعت و مناعت قومی بود پدید آورد که در طی یک نسل در 100 معرکه نظامی پیروز شد و در مدت 1 قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور به وجود آورد و در روزگار ما نیروی مهمی است که بر 1 نیمه جهان نفوذ دارد. کارل آرمسترانگ که دانش آموخته دانشگاه آکسفورد هستش، یک محققی هست، بیدینه، آتئیسته، اصلا خدا را قبول نداره. توی کتابش می‌نویسه یک نقطه خوب برای شروع با شخصیت محمد است: مردی پیچیده که در برابر طبقه بندی ساده و ایدئولوژیک مقاومت می‌کند، که گاهی کارهایی انجام می‌دهد که پذیرش آن برای ما دشوار یا غیر ممکن بود، اما نبوغی عمیق داشت و دین و سنت فرهنگی را پایه‌گذاری کرد که مبتنی بر شمشیر نبود، بلکه نامش اسلام بود که به معنای صلح و آشتی بود. آلفونس دولامارتین ایشون میگه توانایی انسان بر اساس این 3 ملاک اندازه گیری می شود: بزرگی برنامه، محدودیت امکانات و عظمت نتایج به دست آمده. اگر چنین است، چه کسی جرأت دارد بزرگان تاریخ مدرن را با محمد مقایسه کنند؟ جان داونپورت که یک نویسنده هست، توی زندگیش حتی کتب غیر اخلاقی هم ایشون نوشته. با این وجود وقتی به پیامبر میرسه این جمله رو بیان میکنه، میگه بدون شک او را یکی از نوادر جهان و پاکترین نابغه‌ای که گیتی توانسته است تا کنون پرورش دهد نیاوریم. باید او را یکی از
بزرگترین انسانها و یگان شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنین فرزندی به خود ببالد. اگر از تعریف و تمجید چنین مرد بزرگ و فوق‌العاده‌ای خودداری کنیم بی‌شرمی و بی‌انصافی است و باز اگر ظهور او را تصادفی و کورکورانه بدانیم مثل این است که قدرت قاهر و نافذ خدای متعال را رد کنیم. دیوید جورج هوگارت باستانشناس، نویسنده متولی بریتانیایی موزه آکسفورد توی کتاب تاریخ عربستان می‌نویسه هیچ کس را در نژاد بشری نمی‌توانید پیدا کنید که بتوان از او مانند پیامبر اسلام پیروی و تقلید کرد. رفتار و سلوک بنیانگذار مسیحیت تأثیر زیادی بر زندگی روزمره پیروانش نداشته است. علاوه بر آن بنیانگذار هیچ مذهبی به اندازه رسول گرامی اسلام منحصر به فرد و ممتاز نمی باشد. هونگ وو امپراتور قرن 14 که بیش از 600 سال پیش توی چین حکومت میکرد یک شعری داره در وصف پیامبر. چند جملش ترجمهش این است: جهان هستی با ثبت نام او در لوح آسمانی آغاز شد. بزرگ حکیم مبلغ در منطقه عرب متولد شد. کتاب آسمانی را دریافت کرد، کتابی در 30 بخش که عالمگیر است برای همه موجودات زنده. استاد تمام حاکمان، رهبر 10,000 حکیم، یاری کننده سرنوشت، برکت دهنده و محافظ ملت. در هر یک از عبادات پنجگانه برای صلح و آرامش همه دعا می کند و محمد والاترین حکیم فرزانه است. بارتلمی سنت هیلرژول که مستشرق معروف فرانسوی هست در قرن 18 میلادی، چون میگه محمد به عنوان یکی از فوق‌العاده ترین انسانها و یکی از بزرگترین افرادی شناخته می شود که بر روی زمین ظهور کرده است. ارنست رنان نویسنده معروف فرانسوی که به شدت هم سکولاره، مخالف پیوند دین و سیاست هم هست، میگه محمد برای ما به عنوان مردی نیک، وفادار، فاقد کینه و نفرت شناخته می شود. علایق او صادقانه و شخصیتش به طور کلی متمایل به نیکی و سخاوتمندی بود. توماس کارلاین یک زبانشناس، تاریخ نگار، مترجم، ریاضیدان، فیلسوف، مقاله نویس، نویسنده و امثال اینا مال قرن 18 میلادی هست. ایشون در کتابش این جمله رو می‌نویسه: من قصد دارم همه خوبی‌های او را چنان که بتوانم به انصاف بازگو کنم. دروغ‌هایی که گرداگرد این مرد انباشته‌اند تنها خودمان را زشت و ننگین کرده است. اهمیت پیامبر ما به این نیست که این اندیشمندان جهان اعتراف کردند، اما خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. دشمنان ما دارن چنین اعترافی میکنن در رابطه با پیامبر. آیا ما که مسلمان هستیم در رابطه با پیامبر کاری انجام دادیم؟